ما از هم یک یتیم خانه آمدیم، یک چند روپه جمع میکردیم، یک ایدی میدی برای اطفال میبردیم. یک پایم دو دستم امان فدای وطن ما، فدای ملت مظلومی که از همشهری که رنج و سوغان میدن، فدای از او. 30 روپای امروز کار کردیم 2 نفر. هر دوی تا؟ بازاری میگم من بخو مذهب بسود آتشان در کعبه ساکن بودخانه بود مردم بازاری نکنه. قسم میاد کردم به روزه به دانش دروغ نمیگم. بچه موگه چاکن در چایه. راموی در شاه هست که چا بکنه دیگه. خواه. سلام علیکم. لالا جور هستین بخیر؟ صحتمند. نام چی است؟ نام صفی‌الله. صفی جان، ما از یک یتیم خانه آمدیم، از هر نفر به واسه توان پیسه جمع میکنیم به خاطر عیدشان. یک کالا مالا بگیریم، بیچاره نه پدر دارن نه مادر دارن دیگه، یک چیز کلچه ملچه و چیزا برشان میگیریم. مدیر ما خود سر هر نفر 50 روپه 100 روپه انداخته. خب ما گفتم مردم بیکار و بیروزگار است، هر کس به واسه توانه. من 20 روپه. خیر ببینی است. نامت چی بود؟ صفی‌الله. ایره به نام کی دادی؟ میره به نام الله. بشک به نام الله. که چی کنن؟ دهید؟ یتیم هستن. دهید کلچه بخورن، کالا بکنن. دیگه خوش باشن. پایا که تا چه وقت از دست دادی؟ 15 سال پیش. 15 سال پیش. بله. چند کار کردی امروز اگه حساب کن؟ امروز 100 روپه از خانه آورده بودم، 40 روپه کار کردم، 20 روپه هم کرایه موتر بود. خب 60 روپه. 100 روپه را بر چی آوردی؟ چیز میبری به افطاری؟ 100 روپه را گفتم میشه کار نکنم، پس کرایه موتر خرج میشه. خب 20 روپه از طرف صفی‌الله به نام خدا بر یتیمایی که پدر و مادر ندارن چی بخرن؟ کیک و کلچه و کالا و چیزا بود. خیر ببینی خدا خیر. این چیت میشه؟ این چیزی ما قاو همه افغان هست دیگه. چیزی ما نمیشه. و یک افغانستان هست. ای از خودت است؟ ها؟ کدام؟ ای از من نیست. کی دادی ره؟ کی آورد؟ از کی هستی بیاده؟ ما توی پیشه تا بگی؟ ای از تو هست؟ این از من نیست. خیلی بیاده را آورد پرسان کده بگو از کی هستی؟ ها؟ 500 را هم بگی؟ یک گاز ماست پرتو اونو هم سودا ایدت سیست؟ قربان شما. برخ هموطنا قربان احساس و اخلاصت که 20 روپه خانه به نام خدا دادی. خداوند این تو یک برده میتن. ما یک دست یک پایم دو دستم امان فدای وطن ما، فدای ملت مظلومی که از همشهری که رنج و سوغان میدن، فدای از او. قربانت. قربان شما. یعنی میاش نو رقم چیزاز دهش ببر بخیر سودا ایده سیست؟ بایزن. بخیر. سلام علیکم. تو کجور هستی؟ صحت خوب است؟ خیر خیرت بخیر هستین؟ چی حال دارین؟ ما از هم یک یتیم خانه آمدیم، یک چند روپه جمع میکردیم، یک ایدی میدی برای اطفال میبردیم. خدا واسه هرچی که خودت اصل خود 100 روپه سر هر نفر. ما 2 پاکت یا 3 پاکت بازنگ انداختیم. خدا برستی اگه هم تایم بگاه که ما بگردم اگه 100 روپه تو من بفهم که از ما نه حالی 3 پاکت آوردی؟ 3 پاکت یعنی چی؟ من دینم میرم تا خفتن شب گشتم خانه رفتم که خفتن آزان داد، یک پاکت مونده بود در 4 پاکت. اولا ما آوردم 2 پاکت دیگه من انداختم که اگه تو بگی این پیسه نان میکشه ولی اگه فقیر 5 تا نان میاد یک نفر به سر موتر تمیز ما بی عزتی هم کار نداریم. امور انداخت ما گرفتم
مثلا هم بازرگان آی خیلی دیگه وار نیستی که بدوی پشت نان عزت آبروی انسان نیست و آبروی انسان خداوند کل مسلمانان را نگاه کنه از بسته مسلمانان را که داشتیم میخوریم نداشتیم صبرش هم میکنیم حالی روز از دیگه حالی یک تیم بود مردم داشت ولی یک تیم که نداره خیر است که صبر میکنیم من خداوندی میاره پشت موتر نان میده بودن 2000 موتر بود میده بودن کیلوگرم گوشت مرغ 200 اگر زور مال است یا 2.5 میخریم نه خیر یک چیز دیگه میخوریم نورم یک هفته بعد دو هفته بعد خیلی ببین حالا چند زورت میکشه بخاطر یک رقم به خدا که ظلم برسه که قسم برات خوردم با اینکه من خودم در خوجه جمع هستم اولی مام کرایی دیگه خودم نمی عمری نمی کارم میخوایم اخلاص خودت هم اینجا نشان بدی به خدا که من دایم اگر واسم شوی ندی که گپ زیاد نیست چرا من خودم چلار هستم 8 نفر شکل نانخور هستم حال سودایی ده گرفتی بخیر نه والا چیزی دیگه باشه السلام علیکم چرا بخیر چی بگیری دیگه سودایی دادا چی بگیره حالا جان خو مهربان ذات است که اگر بود میگیری اگه نبود خیر میگه گوشت گران صبر شرطان رو سر قیچامین تکا است حالا نمیال بر ما مدیر ما مثلا لیز داده گفته 3 کیلو کلچه 1 کیلو کیک 1 کیلو کشمش 1 کیلو نخود 1 کیلو توت 1 پاکت چاکلت 1 پاکت سیمیان یک چیز دیگه هم است 8 قلم گفته شما باید بیارین برای تفلکا که پدر و مادر ندارن خدا گوش میگی میگه 100 در بسته یک در خداوند در خدا جان اله کنه برای کل مسلمانان خیلی اونم پردیش خدا تفلکا رو میکنه حالا من خودم یک بچه که 3 ساله 3 و نیم ساله دارم یک بچه که 7 ساله تو مادرش در مکتب چند روز پیش دیگه اونمون روز 5 پس صبحی من که بیگا برم در سر شالان این سوال یک 5 در میگیره صبحی بازارم در خاله مونده که دار خالتر اله کنه 4 تا در پلاستیک تعلق آقای را من میگیرم او بچه خوب میده خیر دو تاشه دیگه این تکا بس لالای کلفا میدی خود چیکار آدم مشارتی بود میگیریم نبود دیگه حالا مقدار ما خیلی حالا 3000 کرا میتم مایکی میگیرم اون کرا را خدا دیگه اونمون مقصد برابر میکنیم یک ایسوسی یک تا بالا دیگه این تکا پسته ها چی از بیادر نمیبره باری بادرنگ مفروش چند میبره پس می صحیح خواه اینال پروردگار یک ذات یکتا و یگانه است او در کدام حالت بنده های خود مثلا امتحان میکنه امتحانش یعنی امتحان است که تو صبر بکن به دربار از اگه تر بود اگه خوش بود یک لقمه بخو دیگه حالا من خودم من خداورسی گفتم که اولی ندارم اگه داشته باشم بازم روزه من خداوند قبول نکنه من روز جمعه را گفتم مردم شنبه را گرفتم من روز جمعه را گفتم یک روز پیش گفتم باش که خداوند به دربار خود قبول کنه نداریم خب روز کسی که طالب میتونیم کسی خدا کنه کشتار میتونیم دیگه که من طالب در اون روز پیش در کمپانی استاد هستم دیگه پالک و گندنه بار کردیم گرفتم کراچی برای چپکت من گفتم خو روزی تا بخور من گفتم ما مسئولیت داریم شما در اون سرک استادیم ما روزی تا بخور من گفتم غریب آزاری میگم من بخور مذهب بسود آتش اندر کعبه ساکن بتخانه باش مردم آزاری نکته تو فنگ سر شانه داد من گفتم تو مردم آزار میتی بسته کراچی گندنه و پالک برای تو اون روزا گندنه و پالک مینداختم یعنی یک هفته است که بازرنگ میپردم دیگه نه آمدیم به این حساب که خودت چه کار آدم مشار دیگه مگه کس غیر دربار خدا میگم مفلس بداد بنده توانگر نمیشود ارکی که آینه سال سکندر نمیشود والله شکر است این یک دوستی که برای یک آدم یک کمکش میرسه او میکنه خداوند که از اون یار مددگار کلگی باشه از موتون باشه و اون باشه دیگه ما خوش هستیم خداوند که ما را بنده جور پیدا کنه نه ما یک پای من مایی با من کس ما مایی تو ما به آدم بیچاره ما تو نیست ما خدام آدم یک کس تو بیا کم پیش بیا درد سر چیز زیاد حال در خانه تفلکا سیاسرا نگفت که نهید نزدیک از سودا هیچ چطور میشه گفت دیگه میگه دیگه او هر چیز میگه دیگه ما اون گپ از اون خوام میگم خدا را ببین دیگه حالا گفتم گوشتم در قصابی میری 500 روپیه کیلو گوشت حالا که زورت نرسید نمیری پیش قصاب نمیری قرار اونجا گفته کنم یک چیز دیگه میخوری یک چیز دیگه میخوری به تو خانه میشه پدر جان اینی هم لیست که پیشتر یاد کردم اینمی کلش از طرف هموطنای ما بخشان دعا کو ببخشن دعا هزار دفعه من میگم کل روی دنیا رو خداوند کامیاب داشته باشه بین امور میگه چون اینی 6 قلم مواد تمو سیمیان و نخود و کشمش و توت و هر چی که هست در اینی کلچه است اینی هم کیک است این فقط دم دسمالکت پارت و وقت خانه رفتی یک بغل هم بته مرا
قربانت ما از یک یتیم خانه آمدیم همینجا برای مشتکای کالا مالا و یا برای عیدشان یک ذره سودا میگرفتیم. 100 روپیه مدیر ما گفت از هر کس بگیرین. از کی بگیرم؟ از شما از مردم. کاش که ما میداشتیم. یتیم هستن، بیچاره هستن، نه پدر دارن نه مادر دارن. باز خیره که سطح نداری چیزی که در توانت هست امورا بده. چطور امروز یک 3000 کار کرده باشی؟ نه بابا کار بکنید والا یعنی کال منی چای نشان داشتم به کال پیسام نداره. چی میگی؟ به خدا خب حالا چند میکشه زورت که بتیم؟ یعنی اگه اخلاص کو یتیم هستن بیچاره دایی 40 سال جنگ و بدبختی بیادر نه پدر دارن نه مادر در پرورشگاه هستن. اما هم خو انسان هستن. چطور؟ تو بگی جیبای تا بخورم هر چی که هست قبول است خیره. باش که از بس ما میبود استاد خدا از باز میمی 12 نفر نانخور سرم هستن. 12 نفر؟ والله این حساب به خود دارم. چی میگی؟ با خود مادر است تک بیادر 6 تا اولاد من خودم هستم بیادر 2 تا دخترم هست یعنی خداست که میچلانه با خدا نمیگه ما بیخیده. چی میگی؟ قسم یاد کردم به روزه به دانش دروغ نمیگم بس. خواهی سودا ایده گرفتی بخیر؟ نه حالا یک کلچام گرفته باشه. چطور میشه خیلی میمان که بیا یا؟ که نباشه به من صبر میکنم بگه چی کنم. 11 نفر است خودت این بایسکل سازی؟ آه بلا. کل سرمایه چه قصد یک؟ نیست این ده بکس ماندیم بیاداره کل چیزی نیست کنه. یک 4 لگ رپاس؟ کاش که 4000 باشه بیادر. چی میگی؟ من میداشم حالا قرفه میگیرم نیست یک بیادر که باشه حال مدیر ما مرا گفته 3 کیلو کلچه 1 کیلو کیک سیمیان کشمش نخود شور چاکلیت دود. آفرینش که چیزا خریده میتونم والا کلچام خریده میتونم بسیار خوبه. خب میگه پیسه جمع کو بیار که بخره. تو چند رقم میوه خریدی؟ نه خیلی والا یک دونه قسم خوردم بر روزه ما صبح که یک دونه کلچ خریده بود. چرا؟ پس نیست بیادر قدرت نیست. 1 کیلو بیادر کشمش 400 روپیه 500 روپیه خریده میتونم. دمی تی 20 تو اخلاص خودت هست دیگه کار یتیم هست ها کاکا؟ خدا خیر بده. او در کل بکسه که چند است؟ 30 روپیه؟ کل دیست بیادر. 30 روپیه در کل جیبت ها؟ همه خزورت کشید؟ اینشون 30 روپیه؟ این کار امروز بود؟ بیادر اینی جور کردیم بیادر تا 50 بتا 60 بتا 40 بتا 20 بتا دیگر حالا که چیز هم کار نکردیم بیادر. سودایی چطور میشه خیلی؟ نگرفتیم خدا مهربانه دیگه بازم از خیلی چی وقت خریدی؟ جا؟ ایره چی وقت خریدی؟ اینی دیگه خدا رسانده باشه دیگه. خدا میرسانه بیا خدا شکیره بگیم. ما شکر خدا رو میکنم بیادرم. بیشک. رستیم بیادر والا صبحکی در چی میایم می نماز خونه مفتر نوک میدارم وقتر میام. ایره اگان گاز ماست پرتون صحیح است. دینمی 8 قلم 9 قلم مواد است ببر خانه دیگه سودایی دیگه صحیح است. خدا جنت بده. این حال ما قطعت بتم خندید میگیره یا بیدی نزی. ما دائم هم تو لبخند دارم دیگه. تو باشم خدا خیر بده بیادر. سلام علیکم. آقا جور هستیم بخیر صحت خوب است. ما از یک یتیم خانه آمدیم واسه توان هر چی که دارین بریدشان یک لباس یک ما چیز خودم می‌گیم. کارگر هستیم. همین هر چی 10 20 این هر کس 10 روپیه 20 روپیه 50 روپیه هر کس در واسه توان مالی که ما امروز 30 روپیه کار کردیم. امور بگاه یک نان خشک می‌خورم. در کل روز در کل روز اعتبار میکنی دلیل نمیکنی دلیل دیگه. چند نفر هستین اینجا؟ یک از یتیم خانه آمدیم یک 10 20 روپیه هر چی که کمک میتونین بریدشان یک کیک کلچه یک لباس چیزی میگیریم.
ما کارگر هستیم صاحب شو اینجا است برو. نه ما صاحبش چی کنم خودت هم میگم هر کسی ما 1 روپیه ما کار نمیکنیم بس کجا کنم. چند کار کردی امروز امروز هیچ کار نکردیم تازه کار میکنم. از این چند میته کل دانه 1 روپیه اوه یه 100 دانه 100 روپیه میشه ما چه بیشینم که اینجا تو 100 روپیه کار میکنی امیر ما دارم میگم یا هرچی کار باشه کار نیست. نه تو باش یک دقیقه یعنی 1 دانه از ایره که تو میبری در موتر پس در ماه روزه چند میته 1 روپیه 1 روپیه بار کلاش میته 1 روپیه تا این چند تاست کلش چی؟ همیالا که میبری 5 دانه. اوه کار غریبی باشه که خوب. نه حال تو بیا یک دفعه که من چی میگم حال وقتی که توی نمیجا کار میکنی روزانه خو 1000 2000 پیدا میکنی نه 1000 2000 بل در روز بعضی روزا 100 روپیه بعضی روزا 50 روپیه یعنی من روز من نفر 100 روپیه کار کنم خدا رو شکر کنم. خواهی نهید رسید دهید سودا چی میبری تو؟ سودا چی نمیبریم چی بود؟ وقتی پیسه نباشه لمیته؟ نه بابا 1 کیلو کلچه چند است 1 کیلو کیک چند است؟ وقت بگی که ما رو افطاری 50 روپیه کمک شد یک چی بخرم برای خود. حالا ما از یتیم خانه آمدیم 300 نفر یتیم است نه پدر داره نه مادر مرا گفت که یک ذره سودا ایدی برشان بخر یک لباس یا حالا خود تو یک 200 خواست پیشت میشه که بیتی او کاکا ما 10 روپیه نمیشه که مالی بیتیم ما میگم تو 50 روپیه بدی که من یک بدر دارم برای اشتباه یک نان خشک ببرم افطاری که تو صبحان تنها نان خوش بازی سودا اید چطور میشه خیلی سودا اید خ نمیتونیم که بگیریم ما بدر ما دقیقا نان خشک مندیم تو بان ما سیمه بانم تو گفتی 500 میتم تا نه چند نوشته کنم نه دارم 500 که ما می داشتی اینجا چی میکنی؟ خب پیشتر گفتی برای ما گفتم تو یک 50 روپیه بدی که من بگم نان خشک ببرم 6 نفر عیال هستیم ما بنده خدا 30 روپیه امروز کار کردیم 2 نفر هر دوی تا در کل روز در کل روز کار دا کجا این سایه که باریش هم دیاره پیش کردی که ما یه تو همه نمیم سال که می حالت آمده ما روی شکر این چیزا رو ندیدیم دیگه دلت که اعتبار میکنی نمیکنی چای تلخ چای تلخ حالا نخوید آمده دهید چطور این میکنی دیگه چطور کنیم که نباشه دیگه بدر دارم مقصد همی جان جور بهتر دیگه چطور کنیم خودت نوشته میکنیم که آدم گفت که داینده اگه ما پیسه دار شدم باز 500 به یتیما میتم صحیح است؟ صحیح است؟ این حال ما 500 تو را 500 را قرض میتم خب 500 از تو دیگه شم یعنی 500 هم از تو در خانه باز بفهمی گپه خب کیک کلچه سیمیان نخود کشمش نخود شور توت چاکلت یعنی یکیش از تو یکیش از او صحیح است برو استاد جاوید صحیح است از دم یعنی ترار است استاد کنم بود خدا خو مهربان است نه شک خدا مهربان در کل روز چند کار کردی در کل روز گفتم این نفر 30 روپیه گشا و نفر 30 روپیه یعنی دیگه شکی دیگه خانه باز کجا خانه خیرآباد برچی این خدا کرام میره پیسه خدا کرام میره بایسکل آورد در کیرا میره خب بایسکل یک بایسکلک داریم خب این 30 روپیه چی میکنی تو 30 روپیه اون بدر دارم میبرم بشتکا بگا که میرم میگه بدر دارم پدر دم چی آوردی خیر بچه ما آوردیم خیر است بدر دارم باز نمی رقم دمی رقم خو میره صبح بدر دارم یک بچه مطب میره 8 نیم ساله است پدر دیگه بدر دم مطب میره چی میخوره بیسکیت و بدر دارم یک چی میخوره بدر مرا در پا بیتی خیر بچه میتونم دامو رقم از درگاه میبرایم دیگه چی کنیم و بدر حال روز که نباشه دیگه این بیا خدا مهربان است 500 پیسه نخ که برین یک افطاری خوب کنین خیر ببینی یک جان و این هم از طرف خواهر ما مسکا جان یادگاری است که از لندن برای ما 20000 روان کرده بود امروز برای 8 خانواده ما اینمی مواد ایدی را گرفتیم که خودشم شاگرد مکتب است دیگه دخترکام شاید کمک کرده باشن دیگه شاگردام باقی کلشان دعا میکنیم صحیح است
حال کارت مخص نه کاروبار دیگه. چی میگی؟ چی از دبای که چی را جور میکنی؟ خاطرای خو سیار هستی؟ چطور از کاروبار؟ شکر از خدا مهربان. بشک برای سودا مودا گرفتی بخیر؟ نه چیز نگرفتیم. چرا؟ نه کاروبار کو بیالا ما قشکم هم بچاله بسیارم. راست میگی. باز کارگر در خانه کیه؟ خودم هستم. چند نفر از در فامیل؟ در فامیل فعلا 3 نفر هستیم. ما اصلا مادرم نگرفته یک کیه. پدرم کار کردن. رضای اختر. تو بکش کمی دوستا ببینه چی است خاطر چی است. نه کاتر هستم. خو دوستا اینی کاترکای است که در داله و در بانت و در دروازه خو در اون مقطع. چطور برایت نتونستی سودا بگیری؟ نیست دیگه کاروبار نیست. خوب نیست روزگار. اما کمیشه فقط که مشکم آدم بچاله. بله. نمیشه که آدم در وقت دیگه بره کالا و دیگه دخوت بگیره نمیشه. مکتب چیز خواندی؟ مکتب رفتم 11 خواندم. بعد از اون نتونستی؟ بعد از اون دیگه صاحب که امارات آمد مکتب اعلام کردیم. از روی مجبوری؟ از این مجبوریت. بیا تو استاد جاوید یک دفعه. سودا ایت مثلا چی کار است؟ که از بادام پستا خانه دیگه میوه خوش برای عید. چطور نخریدی یا نه؟ نیست مجبوریت است نمیشه لاله. توی مایم باشه دیگه مردم میخرن. مرا شو استاد جاوید. برو بخیر. میره بگی از طرف خواهر ما مسکا جان یادگاری است برای هموطنا روان کرده بود. خودتان آفرین به جوانیت کار میکنی و هر جوان ما باید از یک کار خوب داشته باشه اما از مجبوری امروز خودت کار میکنی. صحیح؟ نمی دیگه چیزی که سودایی است برای خودت تسلیم است. صحیح؟ و پیسه افطاریتان ما برای 500 میتونم بگیم یا پیسه افطاری 20 روپیه تبتم یا نه؟ نه برو برو بخیر باش. بگی بخیری را برو دیگه. خب دیگه برو بخیر در افطار ما این 500 هم بگی توی تا بگی برو بخیر. صحیح؟ شکر که جور است. کجا کار رایی بودیم؟ کار رایی نبودم. چند روز کار نکده؟ کار نکده. چند روز کار نکده. خب بچه موگه چاکن در چایه راموی در شاه هست که چا بکنه دیگه. خب ما نمیجی از یک یتیم خانه آمدیم. خدا واس از مردم پیسه جمع منیم. چند در توان است تو هسته که بله از ما بیدیم؟ بله ما که توان که ید نداریم. ما یک 20 روزی که بیکارم اونجا 6 بودیم که کدام خیلی را گیره. چیز میگی؟ کار مار نیه؟ کار میگم 20 روز ما هیچ کار نکردم. خانه کجایه؟ طرف دشت برچیه. والله بدان خشک بسه موری خانه؟ چیکار کنیم؟ پیسه نام نیست که برو. خزران 6 بود. در چاکنی 2 نفر کار است. باز دیگه کی است قیاس تو؟ یک اندوار دیگه دارم. تو خاک کش منه؟ یک کش میکنی یک میکنی. باز 1 مترش چند میکنن شما؟ امسال خود میخ نداره پیدایت نمیشه. چاکنی نیه؟ نگفتی در وطن کم مردم چا کنده و قبر مردم کنده که ولی پیدایی نداره؟ ولی در جیب از تو چند؟ در جیب از تو چند؟ نه ما جیب اینی میگه. خیر او رو بگی. در تمام جیب از تو 120 روپیه. 140. کاغذ هوا که آمده که داده نتونسته. این کاغذ هوا؟ کاغذ برق. کاغذ برق. بچه پیسه شده نداده؟ نه پیسه ندادم. چند آماده کاکای؟ 400 چند هم تراست.
از ما که زیاد آمده است تو تقریبا 215 افغانی. خب حال تو خانه موریم؟ خب حال خیمو صدیق آقا از خور نمیدی بله از یتیما؟ ما خود ما چیکار کنیم؟ راست میگی. این از کیه؟ از تو؟ باشه من خبر ندارم. از من نیم. از ما هم نی بچه آورده اینجا کاکای اشته. چی هسته اون بالش کیکه؟ پایینش هم شاید کلچه باشه دیگه؟ از او پایین ترش چیه؟ دیگه خبر تو بیا یک باز کنی که چی هسته دی؟ مال مردم چی کنی باز کنه؟ ها؟ مال مردم میگم چی کنی باز کنه؟ مال مردم نیه کاکای تو بیا بیشی بیا چاقو نداری؟ میره منتی کنی؟ نیشی کیک خو کاکای؟ اوه کلچه ایدیه کاکای اینه یم کلچه والا باش که دهی چی هسته؟ حق سودا اید بوده کاکای؟ ها؟ یعنی چاکلیت چیه؟ این نخوده این دیگه نخوده این بله دندانه است تو خوبه خواه؟ یعنی توده این هم سیمیانه این هم کشمیشه ها؟ خب بلاوز تو چند آمده کاکای؟ 215 بود نه؟ اینی پیسه گاز مازه خواه؟ اینی هم پیسه بلاو و پیسه بر سه؟ اون سودا رو هم بسته که بود سرفراز بشی موفق بشی همونجا یک سلام پرته که بله همون خواهر ما کمک کردن خیلی بینی خانه شما آباد خدا حفظ کنه شما نه خدا زیاد بدید سلامت شما مردم کمک کنید شما خدا به شما کمک کنه سلامت باش دنیا و آخرت ان شاء الله سپاسگزار هستیم از خواهر ما مسکا جان یادگاری و دوستای دیگه شان که شاگرد مکتب هستن 20,000 افغانی روان کرده بودن که ما یک مقدار مواد ایدی را خریداری کردیم و همچنان 500 افغانی هم دوستای ما را نقدن دادیم و کاکا از خاطر یک بله و بله برقشان پیشش مانده بود داده نتانسته بود 500 دیگه هم برش داد خوش شدی یا نه؟ هیچ خنده تی نمیه کاکای های مرا بغل خوربیده سپاسگزار هستیم از تک تک شما هر کس هر چیز به توان خدا را کمک کنین چی ماه رمضان باشه چی نباشه تا دیدار دوباره خداوند یار مددگارتان ما سپاسگزاریم از مسکا جان یادگاری و دوستانش که از لندن مبلغ 20,000 افغانی را به این برنامه ارسال کرده بود که ما در این برنامه برای 8 خانواده 8 قلم میوه عید را در 8 بسته تنظیم نمودیم که هر بسته این کمک مبلغ 2,000 افغانی در مجموع 8 بسته مبلغ 16,000 افغانی تمام گردید و مبلغ 4,000 افغانی هم نقداً به این 8 نیازمند و هر کدام مبلغ 500 افغانی پرداخت گردید. هموطنم برخیز و چشم باز کن، فردا نوبت توست. آره، این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب کمربند کرده است. این مشت‌های اوست که می کوبد از یقین دروازه های بسته تردید قلب.